سلام، من دارم لازانیا درست میکنم. این کره است، البته کره زعفرونیه. برای سس بشامل کره زعفرونی استفاده نمی کنم، ولی خب امکانات کم بود. کره رو آب میکنیم به این صورت، اینجوری همش میذاریم که زودتر آب بشه. بعد یه ذره آرد اضافه میکنیم. من همینجوری چشمی اضافه میکنم، اصلا نیازی به مواد اندازه دقیق نداره، ولی نجدی برای اونقدر کره 2 تا قاشق آب بزنید بسه. بعد اینجوری همش میزنه کاش دیگه کوچولو که هم زدین و هم زده شد. اینجا باید نمکم بریزید، ولی من یادم رفت نمک بریزم. نمک و یه کوچولو فلفل سیاه. بعد شیر رو بهش اضافه میکنین، انقدر هم میزنین تا غلیظ بشه. این میشه سس بشاملی که قراره با لازانیا درست بشه و خورده بشه. مواد لازانیا هم مایه ماکارونیه، ولی من یه خورده سوسیس هم داشتم، سوسیس و کالباس قاطی شده داشتم. موادم چون کم بود، سوسیس و ژامبونم هم اضافه کردم بهش با یه کوچولو رو. این لازانیای نیمه آماده است. این دستان شوهر بنده هستش که اصلا اجازه نمیدادم من کار بکنم، فکر میکردن که قراره خرابکاری کنم. یه ذره سس قرمز زدیم، بعد سس بشامل رو بهش اضافه میکنیم. البته قبل از اونم که چیز کنیم بخوایم بچینیم زیرش هم بزنیم خوبه، یعنی زیر اون ورقه های لازانیای بدون نیاز به پخت اولیه. به این صورت اینا رو اینجوری میزنیم، پخشش میکنیم، اینجوری پخش میشه. بعد شوهرم هم با دقت و ظرافت اینا رو پخش کرد. من از اون ورشم سعی میکردم که بتونم خودم بیام تو کادر و این کارا رو انجام بدم، ولی خب با مخالفت شدید همسر مواجه شدیم. به این صورت همسر اینا رو پهن میکنه اینجوری رو دیگر. من از اون ور داشتم سعی میکردم دخالت کنم، ولی خب باز ممانعت به وجود میامد. من خودم رو هی به زور وارد صحنه میکردم به این شکل. من از اون گوشه ریختم، بعد اون گفت اون گوشهشم بریز، بعد من این گوشهشم داشتم سعی میکردم بریزم. بعد تلاش ها موفقیت آمیز بود، اینجوری ریختیم. خب دیگه چقدر حرف میزنم. بعد دیگه باید مواد رو بریزید روش. مواد لازانیا رو اینجوری به این صورت میریزیم روش. این بسته لازانیا توش یه دونه سبزی خشک داره، اونم بریزید توش، خیلی خوب میشه، بوی خیلی خوبی میده. ادویه لازانیاست در واقع. بعد من به این صورت پنیرها رو سعی میکردم که به صورت مرتب اینجوری واریز کنم بریزم روی. خدایا قدرت تکلم ندارم. اینا رو ریختیم. مرحله بعد دوباره لازانیا رو سس بشامل میزنیم. این لازانیاهایی که نیاز به پخت نداره خیلی مرتب تر چیده میشه، بخاطر اینکه وقتی پخته بشه یه سریشون ممکنه که بشکنه و پاره بشه و از این داستانا. ولی اینایی که اینجوری نیاز به پخت اولیه نداره خیلی خوشگل و مرتب میشه. آخر سرم خیلی لازانیا خوشگل‌تر و مرتب‌تر و قشنگ‌تر میشه. آره اینجوری ورقه ها رو باز میکردیم و سس میزدیم و سس بشامل من واسه اینه که کرم یه خورده زعفرون داشت داخلش زرد شده، یا نباید زرد بشه. میریزیم اینجا. اینم همسر با دقت فراوان داره کار انجام میده، کار رو دست گرفته. و مرحله بعدی دوباره یه لایه دیگه میریزیم اینجوری، موادش هم میزنیم و پنیر پیتزا اومد. بعد اینجوری پنیر پیتزا رو میریزیم به این صورت. من اون گوشه خیلی دارم تلاش میکنم که وارد صحنه بشم و خودم یه کاری انجام بدم و یه دونه موفق میشم که ورقه بذارم و 2 دونه و 3 دونه و اونم که خرابکاری شد وسطش دوباره اینجوری میذاریم. همینجوری لایه ها رو میشینیم تا بالا. حالا چیزی که ما یادمون رفت این بود که پنیر پیتزا رو خیلی بیشتر میریختیم، هم خوشمزه تر میشه، همین که خیلی قشنگتر به هم میچسبه دیگه. همسر من لایه آخر رو تر کند، خیلی پنیر پیتزا ریخت به این صورت. اون ورقایی هم که اضافه اومده اونا رو هم همینجوری سعی کنید جا بدید. ولی اینجا دیگه سس چرا نزده؟
این ورق اضافی هاست، اینه که تو بستش اضافه اومده بود شکسته بود، اونا رو هم همونجوری زدیم روشو. به این صورت پرپنیر لایه آخر پر از پنیر باشه، خیلی خوشگل میشه، هم خوشگل میشه هم خوشمزه میشه. و پنیرمون فکر کنم کم بود، اینجوری میکوبیم با دست به این صورت، اینجوری سلفون میکشیم. بخش اسمش سلفون نیست، فویل میکشیم، بعد اینجوری سرخ میذاریم تو فر، بعد اینجوری میشه. این فرداشه، یعنی ما گذاشتیم تو فر، بعد در آوردیم گذاشتیم خنک که فرداش بتونیم ببریم سر کار. این یونیفرم سر کاره. من با این داشتم تلاش میکردم اینو درش ببرم چون خود خنک بود، به راحتی در نمی اومد، ولی خب چون تیکه هاش منظم بود خیلی نچسبیده بود به هم که نتونه در بیاد، راحت در. به این صورت یه ظرف واسه همسر جان گذاشتم، یه ظرف هم واسه خودم گذاشتم. بعد تصمیم گرفتیم بیشتر ببریم که 2-3 روز نهار بخوریم. اینجوری این در نمی اومد. تلاشی که میکنم خیلی قابل ستودنه. به این صورت این کفگیر رو میزنی زیرش، درش میاری، این میذاری تو ظرف همسر جان. داشتم ظرف خودم اشتباه، میذاری تو ظرف همسر جان و تمام. خدافظ.